این چه کاریه با ما دارید میکنید؟ برید ببینید شیطان پرستا چقدر دارن خوشحالی میکنن برای این واکسن ها. این واکسن ها رو دارید به مردم میزنید، میگید واکسن کوزاست، واکسن کوزاست، همه جوره بچه مدرسه ما رو دارین کوزاز میزنید. آقا این واکسن کوزاز توش موادی هست که بچه تو رو نازا میکنه. به زن و شوهری که قبل از ازدواج میگن برو واکسن کوزاز بگیر، آقا مگه چند نفر تو کشور میخوان کوزاز بگیرن؟ اگه 10 نفر کوزاز بگیرن بمیرن که بهتر از اینه که شما کل کشور رو نازا میکنی. اون وقت کتاباشون رو میخونی، میگه ما در سوئد توانستیم به بهانه کوزاز 3 دهه واکسن کوزاز به سوئدی ها بزنیم و نسل آنها رو منقرض کنیم. آقا واکسن 3 گانه زدید، جوانای امروز ما رو دیدید که الان چه بدبختی داریم با مردونگیشون. الان دیگه این واکسن 5 گانه رو نزنید به این بچه ها. 15 سال دیگه